وقتتون بخیر دوستان. به کانال ببینی یاد بگیر در یوتیوب خوش اومدید. خوشحال میشیم ما رو سابسکرایب کنید و برای اطلاع از ویدیوهای بعدی روی علامت زنگوله کلیک کنید. در این ویدیو به چندین روش سه سوته برای پاکسازی کبد اشاره میکنیم. با ما همراه باشید. کبد یکی از بزرگترین مسئولیت‌ها را در قبال بدنمان دارد، چون که یکی از بزرگترین و مهمترین ارگان‌های بدن است و بدون آن بدن ما پر از مواد سمی می‌شود که قادر به هضم آن نخواهد بود. کبد مسئول ایجاد صفراست که چربی را تجزیه می‌کند تا به انرژی تبدیل شود. این عمل نقش مهمی در تعادل قند خون هم دارد. حتی مواد سمی را که در بدن ما موجود است را به مواردی تبدیل می‌کند که بدن ما قادر به استفاده از آنهاست، یا اینکه آنها را به اندازه کافی تجزیه می‌کند تا بدن ما بتواند آنها را به شکل زباله دفع کند. با این حال ما اغلب با قرار دادن مواد مضر در بدن مانند مقدار زیادی الکل کبد خود را معیوب می‌کنیم. حتی شرایطی به نام بیماری کبد چرب غیر الکلی وجود دارد که در اثر مصرف محصولاتی با قند اضافه غذاهای سرخ شده، نمک اضافی و گوشت قرمز زیاد ایجاد می‌شود. در ادامه با ما همراه باشید تا بهترین روش‌های پاکسازی و تمیز کردن این عضو بسیار مهم و حیاتی را به شما بگوییم. با استفاده از کشمش و آب کشمش. رمز اصلی این درمان طبیعی در ترکیب آب با کشمش است که باعث تحریک عملکرد کبد می شود و به تصفیه خون هم کمک می کند. خواص این ترکیب مفید ناشی از خواص کشمش است. شما می توانید از این درمان مفید به مدت 4 روز در ماه استفاده کنید تا گوارشتان بهبود پیدا کند و همچنین انرژی بیشتری نیز کسب کنید. اگر حداقل یک بار در ماه و به مدت 4 روز پیاپی آب کشمش بنوشید، کبدتان به وظایف اصلی خود یعنی سم‌زدایی از بدن به خوبی عمل خواهد کرد. این درمان ساده و مؤثر زمانی که احساس سنگینی می‌کنید یا گوارشتان با کندی صورت می‌گیرد بسیار کارساز خواهد بود. مواد لازم شامل 2 لیوان آب یعنی به اندازه 400 میلی لیتر، کشمش به اندازه 150 گرم. اما طرز تهیه: قبل از هر کاری بهترین کشمش را انتخاب و خریداری کنید. حواستان باشد که کشمش‌هایی که زیاد از حد برق میزنند را انتخاب نکنید. کشمش‌های طبیعی که رنگ تیره تری دارند را انتخاب کنید که نه زیاد سفت باشند و نه زیاد نرم. به 150 گرم کشمش نیاز دارید. کشمش‌ها را به خوبی شستشو دهید و کنار بگذارید. 2 لیوان آب را گرم کنید و زمانی که آب به جوش آمد، کشمش‌ها را اضافه کنید و اجازه دهید به مدت 20 دقیقه به آرامی بپزند. سپس زیر شعله را خاموش کرده و بگذارید که کشمش‌ها تمام شب را در آب مانده و خیس بخورند. روز بعد کافی است که کشمش‌ها را آبکش کنید و آب خوشمزه آن را دوباره گرم کنید. لازم است که صبح‌ها به صورت ناشتا این آب را به صورت ولرم یا داغ میل کنید. بعد از 30 تا 35 دقیقه نیز صبحانه‌تان را می‌توانید میل کنید. یادتان باشد که این درمان را باید به مدت 4 روز متوالی در پیش بگیرید. اما بریم سراغ معجزه عرق کاسنی برای درمان کبد چرب. زمان مناسب مصرف عرق کاسنی برای کبد چرب. عرق کاسنی را میتوان در ساعات مختلفی از روز و به شیوه ها و مقادیر مختلف استفاده نمود، اما بهترین زمان برای نوشیدن این عرق صبح ناشتا قبل از صبحانه است. برای اینکه حد اکثر جذب ریز مغذی ها را از عرق کاسنی داشته باشید، بهتر است که آن را به همراه 1 لیوان آب ولرم مصرف کنید. می توانید هفته‌ای 3 بار 1/3 استکان را از عرق کاسنی پر کنید و مابقی آن را آب ولرم بریزید و مصرف کنید. همچنین به یاد داشته باشید که هیچگاه عرق کاسنی را مخصوصاً به صورت ناشتا با آب سرد مصرف نکنید، زیرا اثرات نامطلوبی بر معده و کبدتان می‌گذارد. ضمن اینکه مصرف آب سرد به تنهایی برای کبد مضر است. عرقیجات از جمله عرق کاسنی، عرق شاهتره و عرق چلگیاه تأثیرات فوق‌العاده‌ای بر سلامت کبد دارند. این عرقیجات خون را تصفیه و رقیق می‌کنند و در کاهش میزان فشار خون و کلسترول نقش بسزایی هم ایفا خواهند کرد. برای تهیه یک معجون مؤثر در امر پاکسازی کبد شما می توانید 2 استکان عرق کاسنی را با 2 استکان عرق شاهتره مخلوط کنید و در روز صبح، ظهر و شب قبل از هر وعده غذایی 1 استکان میل کنید. مشابه روش قبلی نیم ساعت قبل از هر وعده غذایی خوب است. در مجموع می توان از عرق کاسنی در کنار سایر ملزومات درمان کبد چرب کمک گرفت تا بهبود شرایط کبد سرعت بیشتری یابد. اما فراموش نکنید که راه اصلی پیشگیری، کنترل و درمان کبد چرب بسیار گسترده تر از مصرف 1 یا چند عرق گیاهی است و باید تمامی آنها را در نظر گرفت. پاکسازی کبد چرب با روغن زیتون و آب لیمو. این ترکیب یکی از مؤثرترین ترکیب‌ها برای بهبود کبد چرب است.
دلیلش این است که روغن زیتون دارای اثرات آنتی اکسیدانی است و توانایی تنظیم کار سلول کبد برای سرعت بخشیدن به سوخت و ساز بدن را دارد و آب لیمو نیز نه تنها به سم‌زدایی کبد کمک می‌کند بلکه از سایر اندام‌های بدن هم مراقبت می‌کند تا آسیب نبینند. مخلوط یک قاشق غذاخوری روغن زیتون و یک قاشق غذاخوری آب لیمو با معده خالی قبل از صبحانه توصیه می‌شود. پاکسازی کبد با چای زردچوبه. چای زردچوبه یکی از مهمترین روش‌های سم‌زدایی از کبد است به دلیل اینکه ترکیبات موجود در آن کیسه صفرا را تحریک می‌کند و سبب تولید صفرا می‌شود. کبد از مایع صفرا برای سم‌زدایی استفاده می‌کند. رنگ زرد زردچوبه به دلیل ماده‌ای به نام کرکمین است که سبب تحریک صفرا می‌شود. معمولا برای تهیه چای زردچوبه از زردچوبه تازه، زنجبیل تازه، فلفل سیاه، دارچین، شیر نارگیل و عسل هم استفاده می‌شود که هر یک خواص فوق‌العاده‌ای دارند. استفاده از زنجبیل در درمان کبد چرب هم بسیار مؤثر است. زنجبیل حاوی مقادیر بالای فیبر است که برای سم‌زدایی از کبد مفید میباشد و به درمان کبد چرب هم کمک میکند. زنجبیل به صورت ساده یا پودر را با یک لیوان آب جوش به مدت 10 دقیقه بگذارید دم بکشد تا یک چای مفید جهت درمان کبد چرب تهیه شود. نوشیدن یک لیوان آب لیمو ترش تازه. لیمو سرشار از ویتامین C است که به عنوان آنتی اکسیدان در هضم و جذب مواد در بدن بسیار مفید است. بنابراین قابلیت‌های زیادی در پیشگیری و درمان کبد چرب هم خواهد داشت. اگر بتوانید در یک لیوان آب ولرم نصف آب یک لیمو را بچکانید، در صبح ناشتا هم آن را میل کنید، برای این منظور بسیار مفید است. البته از این روش اگر گوارش حساسی دارید استفاده نکنید و در ساعات دیگر روز مصرف کنید. اما یک نوشیدنی گیاهی خوشمزه برای پاکسازی کبد. برای تهیه یک نوشیدنی طبیعی و خانگی به منظور پاکسازی کبد کافی است که یک عدد چغندر متوسط را با یک عدد هویج و یک عدد سیب خام داخل میکسر کاملا میکس کنید و در انتها یک لیوان آب هم به آنها اضافه کنید. برای پاکسازی و سم‌زدایی کبد این نوشیدنی را نیم ساعت قبل از صبحانه میل کنید. توصیه می شود که برای تصفیه و پاکسازی کبد کافی است که به مدت 5 روز پی در پی روزانه یک لیوان از این نوشیدنی سالم را میل کنید. سپس 10 روز فاصله داده و دوباره شروع کنید. همچنین سیر، زردچوبه، گردو، سبزیجات، مرکبات، چغندر، چای سبز، هویج، سیب، آووکادو و روغن آن، روغن زیتون، دارچین و روغن دارچین از مواد غذایی مفید برای کبد چرب هستند. گوجه فرنگی هم دارای گلوتاتیون که موجب شستشوی کبد و مقاومت آن در برابر سرطان هم می‌شود. از سوی دیگر الکل، نمک، شکر، آرد سفید و تصفیه شده، چربی‌های اشباع و ترانس و غذاهای چربی دارای کالری و سطوح تریگلیسیرید بالا، غذاهای سرخ شده و تند و داروها مواردی هستند که برای کبد همچون سم میباشند. همچنین مصرف میوه‌ها و سبزیجات را افزایش دهید. روزانه حداقل 2 لیتر آب را بنوشید. در شبانه روز به اندازه کافی بخوابید و سعی کنید که به طور منظم ورزش هرچند به مقدار کم را داشته باشید و مهمتر از همه آن که از الکل و دخانیات میبایست پرهیز کنید. امیدواریم که مطالب گفته شده در این ویدیو مورد توجهتون قرار گرفته باشه. تا یک برنامه دیگه، خدا نگهدار.